بله دوباره سلاف البته مجارن کو کنفرانس نقشه دکت و سرات واسط بوند کو تراده که او هیویه هبتن بشتن اوان که چه بربستن یان گفن یان مطرسین آسایشینه که هندک رگیری لی بگیرد و بکمترین زیانان که لسر کمالگاهان رنگ مدان اوان هبه. بله. بله کمبینا 58 بوده و با هر ساله که یعنی بیشتر با هر ورزه که جوان کمبینا که بربسته و گف و مترسین آسایشی لسر آست گلوبال سکیوریتی دهنا گهارتن باشه. با اف ساله بیشتر بود 2022 او مجانین که کنفرانس لسر هاتی آواکرین که کار لسر بکه آسایش افغانستان بوده آسایش میدل ایست بوده دیسان پرسین نداد پروری و این اکوالیتی بیا دیسان پرسین دموکراسی بیا ل افریقا باشه دیسان مجارن سخلمیا بیشن آسایش سخلمیه قوادج یک جمجاران بیا و دیسان گلوبال وارمینگ باشه گوارین کشو هوایی و گرماتی و اف مجارن یعنی بکرتی کار سامان اف آریشه نو که ما مست یعنی اف آریشه نو که الجیهانی روش لاتانابین به افریقیا تاوی جهانه دا یعنی طرف کنفرانسای دا مروف شه بین احسیاناتی نکرد بله البته جبر ویجی بونمونه داتا هاتینا یعنی ورگرتن اوی کنفرانسی الگور ریسرچ و داتاین گلک ولاتن جدا جدا دیتینه تایبت یعنی بیشن اگر اف شر و آلوزی و ناکوکین آسایشی اوین کدنا و دو برین هری مزن سر آست جهانی اگر هم بیشن G7 امریکا و بریتانیا و فرانسه و آلمانیا و کانادا و یابان و دیسان آلی دن برایت عن بريكس بیشن چاینا بیشن روسیا بیشن هند بیشن برازیل و هوالنوی کو اوبتنه یعنی اگر بیشن کشان و کوکین وانا ناهن بحث کردن بر کل سر آست جهان تمام تنه بحث کردن دیسان